به نام خدا بیمارانی که زانو درد دارن معمولا خیلی از ورزش ها رو نمیتونن انجام بدن. تو اون فازهات که بیمار زانوش متورم هستش، دردناک هستش، معمولا حرکات زانو و خم و راست شدن زانو ناخوشاینده. در فازهات بهترین ورزشی که بیماران میتونن انجام بدن که میتونن اون رو تحملش بکنن ورزش های به اصطلاح ایزومتریک هست. یعنی بدون اینکه زانو خم و راست بشود، بدون اینکه فشار روی زانو بیاد، انقباض عضلانی رو شروع میکنیم. توی مراحل اولیه فقط انقباض عضلانی 3 تا ست 5 تایی تا 10 تایی صفر فرمایید، نگه میدارین، 2 مرتبه شل میکنین. این میتونه نگه داشتن انقباض عضلانی خودش در حد مثلا 5 تا 10 ثانیه باشه. این کار رو 5 تا 10 مرتبه در 3 تا ست انجام میدین. بعد از اینکه یه مقداری انقباض عضلانی، تونیسیته عضله برگشت و عضله یه مقداری قوی تر شدش، میتونین این کار رو با وزن اندام انجام بدید. باز 2 مرتبه بدون اینکه زانو خم و راست بشه، بیمار میبره به سمت بالا، 10 ثانیه نگه میداره، 2 مرتبه میبینین عضله منقبض هستش، 2 مرتبه پا رو پایین میارن، 2 مرتبه این کار تکرار میشه. در 3 تا ست میتونه این کار تکرار بشود و به تناوب در صبح و ظهر و شب این ست ها انجام بشه و بعد از یه مدتی که خب بیمار مسکن میخوره، التهاب اطراف زانو کم میشود، بعد میتونیم ورزش های غیر ایزومتریک رو شروع کنیم. یعنی ورزش هایی که میتونه زانو خم و راست بشود و همزمان عضلات اطراف زانو طبق یه سری برنامه های ورزشی خب در ادامه پس با هم دیگه تمرین کردیم که در مرحله اول فقط انقباض عضلانی، در مرحله دوم با وزن اندام حرکات ایزومتریک رو انجام میدادیم و بالاخره در مرحله سوم شما میتونید از ویت کاف استفاده کنید. یعنی یه وزنه در انتهای اندام میبندین، اینها قابل تنظیم هستند، یعنی وزنه های 1 تا 5 کیلویی توشون جا میگیره. از وزنه خیلی سبک از نیم کیلو یا 1 کیلو میتونید شروع بکنید و بعد 2 مرتبه در حدی که توان دارین لطفاً بیارین بالا، دوباره ببرین پایین، ببرین بالا، میتونید نگه دارین، دوباره بیارین پایین و این کار رو تکرار میکنین همونطوری به طور مکرر تا حدی که عضله خسته بشه و 3 تا ست باز در صبح، بعد از ظهر و در شام. خدمتتون عرض بکنم که این رو من نشون شما بدم که این وسیله خیلی کاربردی و راحت هست، از لوازم ورزشی هم میتونین استفاده بکنین. این ویت کاف هستش، شبیه بازوبند فشار سنج که برای کنترل فشار خون اندازه گیری میشه. این وسیله هستش که بسته میشه مچ پا